بعد از ظهر روز جمعه 17 تیر ماه 1390 دلهای میلیون ها نفر در سینه میتپه برای اینکه آخرین شاتل فضایی قرار راه خودش رو به سمت آسمان باز بکنه. 4 نفر خدمه پروازی، حدود 20 تن محموله فضایی و یک شاتل فضایی به نام آتلانتیس که قرار آخرین شاتل فضایی باشه و کتاب شاتل های فضایی رو برای همیشه ببنده. میلیون ها نفر در دنیا که جوونی خودشون و کودکی خودشون رو یا میانسالی خودشون رو با پرونده شاتل های فضایی در واقع طی کرده بودن و عشقشون پوسترهای بزرگی از شاتل فضایی یا فیلم‌هایی بود که روی لپتاپ‌هاشون داشتن، حالا بایستی دردمندانه به این صحنه نگاه می‌کردن و آرزو می‌کردن که این آخرین پرواز شاتل فضایی با موفقیت به فضا بره و امیدوار باشن که با موفقیت برگرده و روی زمین بشینه. شاتل‌های فضایی 30 سال به بشر خدمت کردند. 30 سال انسان رو به فضا بردن، محموله‌های سنگین و ارزشمند اونها رو به ایستگاه بین‌المللی فضایی یا مثل کاوشگرای فضایی به مدار زمین یا مثل تلسکوپ فضایی هابل برای کاوش در اعماق آسمان‌ها به فضا بردن و خدمات بسیار بزرگی به بشریت در فضا انجام دادن. اما از یه طرف شاتل‌های فضایی رو میشه بزرگترین قاتل فضانوردها نامید. 2 شاتل فضایی چالنجر و کلمبیا جمعاً 14 نفر رو در مأموریت‌های فضایی خودشون کشتن. ساعت 8 شب به وقت ایران شاتل فضایی آتلانتیس با غرش مهیب موتورهای خودش مرکز فضایی کندی رو به لرزه درآورد و به سمت آسمان پرواز کرد. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All 3 engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Program Houston. Roger roll, Atlantis. فقط 8 دقیقه و نیم طول کشید تا شاتل فضایی در مدار زمین قرار بگیره و بعد از اون موتورهای مانور مداری اون بودن که اون رو با مانورهای متعدد به سمت ایستگاه بین‌المللی فضایی هدایت کردن. 3 روز طول کشید تا شاتل فضایی به ایستگاه بین‌المللی فضایی برسه و حالا باید منتظر باشیم تا مابقی مأموریت چند روزه شاتل‌های فضایی تمام بشه و این شاتل به زمین برگرده. توی این مأموریت شاتل فضایی محموله‌های ارزشمندی رو با خودش به ایستگاه بین‌المللی فضایی برده. شاید بشه گفت یکی از عجیب‌ترین و مهیج‌ترین اونها ابزاریه که قرار سوخت رسانی به ماهواره‌های مرده رو در ایستگاه بین‌المللی فضایی شبیه سازی بکنه، آزمایش بکنه و امیدوار باشن که از این به بعد ماهواره‌های مخابراتی، ماهواره‌های سنجش از دوری که با هزینه خیلی زیادی ساخته میشن، با هزینه خیلی زیادی پرتاب میشن، بتونن با سوختگیری مجدد طول عمر بیشتری داشته باشن و هزینه‌های رو کاهش بدن. ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته شاتل‌های فضایی رو بازنشسته کنه، اما هیچ آپشن دیگه‌ای برای بعد از اونها در نظر گرفته نشده. قول داده شده که در واقع با حمایتایی که از بخش خصوصی میشه اونا رو وادار بکنن که وارد این بازار بشن، وارد این تجارت جدید بشن و از این به بعد بخش خصوصی در واقع اتوبوس‌هایی رو برای فرستادن انسان به فضا و فرستادن محموله‌های فضایی ارزشمندش به فضا در اختیار دولت‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا قرار بده. در حال حاضر کپسول فضایی سایوز روس‌ها، همچنین کپسول فضایی باربر پروگرس که باز هم متعلق به کشور روسیه است، کپسول‌های فضایی باربر اتحادیه اروپا و احتمالاً شاید کپسول فضایی چینی‌ها آپشنایی باشن که پیش رو هستن برای اینکه ایستگاه بین‌المللی فضایی بدون تاکسی، بدون اتوبوس نمونه و فضانوردها بتونن با خیال راحت اونجا مأموریتشون رو انجام بدن. شاتل فضایی آتلانتیس که آخرین مأموریت خودش رو در حال انجام دادنش هست، تا حالا مأموریت‌های بسیار زیاد و حساسی رو داشته. از جمله یکی از مهمترین و حساس‌ترین مأموریت‌هایی که شاتل فضایی آتلانتیس انجام داده، شاید بشه به تعمیر تلسکوپ فضایی هابل در فضا توسط فضانوردای او اشاره کرد. شاتل‌ها کلاً 5 تا بودن، 5 تا برادر که در طی 30 سال خدمات زیادی به بشریت
ارائه دادن. البته شاتل ششمی هم بود به اسم انترپرایز که هیچ وقت به فضا نرفت. قبل از آتلانتیس شاتل فضایی اندیور آخرین مأموریت خودش رو انجام داد و بازنشسته شد. شاتل فضایی آتلانتیس هم بعد از این مأموریت قراره به مرکز فضایی کندی برگرده و اونجا برای همیشه در موزه این مرکز فضایی باقی بمونه تا الهام بخش کسایی باشه که از این موزه بازدید میکنن برای کاوش آینده بشریت در فضا. Endeavour's three main engines now back at full throttle, all three engines in good shape. Endeavour's already traveling 1,300 miles per hour